برادرای اهل اسلام، برادرایی که در غریبی پروردگار مهربان از فتنه‌های زمینی و آسمانی در حفظ و پناهش نگه داره. پروردگار مهربان یک درد خدا، یک کسل خدا، ان شاء الله ای همش گذرنده. پروردگار مهربان ساق سلامت پروردگار به نزد پدر و مادر تو بیارد. پروردگار مهربان از تمام بلاهای زمینی و آسمانی در حفظ و پناهش و خدای مهربان. پروردگار ما خیلی همیجا الحمدلله مقصد کار کایسیم کارو خوبن خدا را شکر. مقصد از طرف ما یگان کمک باشه ان شاء الله ایدس میومردگی را ان شاء الله یاردم تو منیم و خدای مهربان پروردگار مهربان تیز همی کسلای پلید پروردگار دور کنه ام وطن. شما را هم ساق و سلامت و برس روزی زاید پروردگار به سر بلند به پیش پدر مادر تو بیه. و پروردگار مهربان خداوند متعال در قرآن در سوره نور برای همه ما و شما خوشبختی خواسته است و پروردگار این درد گذرا است. ان شاء الله این بچهای برادرای اهل اسلام زیغ نباشه. ان شاء الله این کسل هم کمی دیگهش مونده است. ان شاء الله که ساق سلامت میوه. پروردگار در حفظ و پناهش نگه تو بداره و پروردگار مهربان دایم پروردگار در یاد خدا باشه. مقصد نمازات و بخونه خدا را یاد کنه. خداوندی کسل برای مسلمان ها این یک امتحان است. این امتحان خداوندی این خداوندی روزا را به سر مسلمان میاره که مسلمان باید مسلمان در ایار هم چکا کنه باید طاقت کننده باشه با این ماه شریف رمضان و پروردگار مهربان عاجزانه دعا می‌کنم پروردگار از همه بلاها و بیماری ها بچهای غریب تاجیک پروردگار تمام مسلمان ها را پروردگار در حفظ و پناهش و نگهبان باشه و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمت کن. سلام علیکم. اینا عبد الحلیم جان دعا تو داد خداوند نگهبان تو باشه.